سلام دیگره مامان شیدا، حیف این هوا و طبیعت نیست نشستی تو خونه؟ امروز با من همراه شو، میخوام یه فسنجون خوشمزه شمالی براتون درست کنم. فسنجون غذاییه که هر کسی طبق طبع خانواده خودش درست میکنه. اینم روش درست کردن منه. اول مرغ باشه یا گوشت تفت میدم، بعد یه پیاز داغ حسابی درست میکنم و گردوارم تو همون پیاز یه تفتی میدم، بعد رب انار یه کوچولو رب آلوچم اضافه میکنم، بعد این فلفل دیگه میدونید اینا همه درست کرده خودم و توی محصولات فروشگاهمون هست و هر موقع بخوایم میتونید سفارش بدیم، ما ارسال به تمام ایران داریم. بعد آب میریزم و میذارم 2-3 ساعتی جا بیفته. بس که حسابی اینجوری به روغن افتاد، من دوست دارم یه کوچولو رو بادمجونم سرخ کنم. شما دوست داشتی سرخ کن، دوست نداشتی سرخ نکن، دیگه اون میل خودته. بریم با محصولات سعید مزه یه سفره شمالی خوشگل براتون بچینم. دیگه زیتون و سیر ترشی و باقی ترشی ها میدونی تو فروشگاه موجود و میتونی سفارش بدی و همچین سفره خوشگلی واسه خودت و خانوادت بچینی. امیدوارم لذت برده باشی.